دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. بنده محمد رضا عباسی هستم. دوست عزیزی سوال پرسیده بودن که چرا من داخل نرم افزار تکلا استراکچر وقتی که خطوط محوربندی رو نسبت به مختصات در جهت Z تغییر میدم این ناپدید میشه خطوط شبکه. خب حالا ما میخوایم در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم داخل این جلسه و علتش رو پیدا کنیم. بچه‌ها این یک موضوع خیلی مهم هستش که شما این جلسه رو حتما این ویدیو رو تا ته ببینید تا انتها که خیلی موضوع مهمی داخلش گفته میشه که اگر که شما ناخواسته این زد رو تغییر بدین ممکنه که حالا داخل پروژه هاتون به مشکل بر بخورید و من الان این موضوع رو توضیح میدم خدمتتون. دقت داشته باشید بچه‌ها، این خطوط محوربندی هستش. خب حالا وقتی که من انتخابش میکنم یک قسمتی داره به اسم اوریجن که یک X داره، یک Y داره و یک Z داره که اینها به صورت پیش‌فرض در روی صفر تنظیم شدن. خب حالا نگاه کنید بچه‌ها، اگر که من این خطوط شبکه رو انتخاب کنم و X رو بدم مثلا 1000، همون جور که میبینید این اگر جهت X من هستش که اینجا الان داره نشون میده، نگاه کنید به اندازه 1000 تا خب این شبکه رو در این جهت حرکت میده، درسته، در جهت X. حالا اگر که منفی بدم، منفی 1000 تا جابجا میشه، درسته. اگه صفر بدم خب میاد روی مختصات جهانیمون 0 قرار میگیره. خب حالا اگر در جهت وای رو شما بیاید تست کنید، نگاه کنید بازم به همین شکل در جهت وای حرکت میکنه، دوباره منفی 1000 بدم در جهت وای حرکت میکنه و صفر هم بدم برمیگرده سر جاش. خب با این x و y ما مشکلی نداریم. مشکل ما زمانی شروع میشه که شما میاد روی z به نگاه کنید. من اینجا رو بیام عقب‌تر، نگاه کنید من روی z میدم مثلا 1000، مودیفای میکنم، هیچ اتفاقی نیفتاد. میدم مثلا 1500، مودیفای میکنم، نگاه میکنم هیچ اتفاقی نیفتاده. میدم 2000، مودیفای میکنم، اتفاقی نیفتاده. میدم 2000 و مثلا 1 سانت، نگاه کنید الان ناپدید شد. اگه من ریدراویو رو بزنم دیگه چیزی نمیبینم. خب حالا این علتش چیه؟ چرا ناپدید شد؟ چرا ما در جهت Z مثل جهت X و Y حرکت نکرد و ناپدید شد؟ این موضوع علتش چیه؟ ببین، اگر شما تکلا رو به صورت اصولی و حرفه‌ای یاد بگیرین، خب باید این رو بلد باشید. باید این موضوع رو بچه‌ها اگه میخواد شاه کنید، اگه که میخواد با تکلا کار کنید، هر کدوم از این تنظیماتی که داخل این قسمت پروپرتیز هستش، خب هر تنظیمی که این قسمت هستش رو اگر زمانی تغییر میدید باید بدونید اون تنظیم داره چه کار میکنه. ممکنه داخل پروژه ها شما رو تو دردسر بندازه اگر که تنظیمی رو ندونید و تغییرش بدید. شاید شما اونو بدید روی 2000 و حواستون نباشه همینجور به کارتون ادامه بدید. خب حالا اگر که حالا چنین اتفاقی افتاد و شبکه رو گمش کردید، نتونستید پیداش کنید، حالا چجور پیداش کنید؟ خب الان این اتفاق افتاده، شما اینو تغییر دادید، حالا میخواید اینو برگردونید. چجوری؟ من که چیزی اینجا نمیبینم. اولین راه حلش این هستش که بچه داخل نسخه های بالای نرم افزار تکلا این گزینه اضافه شده Object Type List. خیلی گزینه خیلی خوبی هستش که شما میاد طبق اون اجزایی که داخل مدل هستن، مثلا ممکنه تیر باشه، ستون باشه، شبکه باشه، هر چیزی رو که انتخاب میکنید، وقتی که اینجا کلیک میکنید این یک صفحه این شکلی برای شما باز میشه. مثلا میگه 4 تا ستون هست، 2 تا تیر هست، 1 بولت هست، 5 تا خط هستش. این لیست اینها رو به شما نشون میده. خب حالا ما چجوری میتونیم از این موضوع استفاده کنیم برای پیدا کردن شبکه‌ای که الان پنهان شده؟ به این شکل کنترل A رو بزنید بچه‌ها. به محض اینکه کنترل A رو بزنید این قسمت میگه یک آبجکت انتخاب شده. خب و بعد بیاید روی این قسمت، نگاه من روی صفحه کلیک میکنم، کنترل A رو میزنم. به محض اینکه این رو انتخاب میکنم اینجا به من تنظیمات رو، کنترل A رو میزنم به من نشون میده
و اگر که بیام این قسمت نگاه کنید که رکتانگلار گرید رو مثلا میزنش یه دونه هستش، اینجا به شما نشون میده و اگر که شما این زد رو صفر کنید این برمیگرده سر جای اولش. پس این برای زمانی بود که شما فقط یه دونه شبکه دارید و چیزی هم مدل داخل پروژهتون انجام ندادید و این برمیگرده به این شکل به سادگی. ولی حالا امکان داره که شما داخل کارتون مثلا چند تا تیر داشته باشید. نگاه کنید، حالا من این رو مثال بزنم، مثلا یه دونه ستون اینجا داشته باشید، چند تا ستون هم اینجا داشته باشید، همینا خوبه. حالا بذارید یه فونداسیون چیزی هم اینجا بذارید، چند تا پد هم اینجا میذارم، درسته؟ حالا همه اینا رو انتخاب میکنم. الان اینجا پارت ها انتخاب نمیشه چون پارت هم غیر فعاله. این آبیه رو باید فعال کنید که همه اینها انتخاب بشه. نگاه کن کل این مجموعه رو انتخاب میکنم. وقتی که اینها رو انتخاب میشه نگاه کنید اینجا چیا رو نشون میده به شما داخل این تنظیمات. تمام تنظیماتی که بین اینها همه مشترکن، بین ستون و این فونداسیون و تیر و خطوط محور و این چیزهایی که مشترک هستن رو به شما نشون میده. خب پس ما از اینجا دیگه دسترسی نداریم مثل حالت قبل به خطوط محور بندی. میایم چیکار میکنیم؟ میایم این قسمت آبجکت تایپ لیست رو که میزنیم اینجا به ما توضیح میده. حالا بچه‌ها گویا من شبکه رو انتخاب نکردم. خب این تیکش غیر فعال بوده این پایین، یه بار دیگه انتخاب میکنم. نگاه کنید الان خطوط شبکه هم انتخاب شد و وقتی که میام اینجا نگاه کنید میگه 4 تا ستون دارم، 2 تا تیر و 4 تا پد فوتینگ میارم و یه دونه خطوط محور بندی. حالا این رو انتخاب میکنم. وقتی که من اگه بخوام ستونا رو ویرایش کنم این رو انتخاب میکنم و مثلا میدم زرد، تمام ستونا رو زرد میکنم، درسته؟ یا اگر که بیام این قسمت خطوط شبکه رو بخوام اصلاح کنم میام این قسمت و اگر که این مثلا 2000 مثلا ممکن 3000 داده باشیم و این ناپدید شده باشه، به این حالت باشه، شما شبکه رو گم کردید. حالا اگر که شما بیاید اینجا ریدراویو بزنید، فیت ورک اریا رو بزنید، نمیدونم بیاید اینجا عمق دید رو تنظیم کنید، هیچ اتفاقی نمیفته در این حالت ها. خب هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین تنها راهش این هستش که شما بیاید کنترل A رو بزنید، تمام آبجکت هایی که از شبکه گرفته تا خطوط و لاین و تیر و ستون هر چیزی که هست اینجا انتخاب میشه و بعد میاد اینجا شبکه رو پیدا میکنید و این زدش رو صفر میدید تا این خطوط به شما نشون داده بشه. زدی که اینجا داده شده رو به شما نشون داده بشه. خب حالا بچه‌ها این از این موضوع من اینها رو پاک کنم. حالا دلیلش چیه؟ چرا خطوط شبکه رو به ما نشون نمیده؟ علتش چیه؟ ما میخوایم مثلا یه مقداری ریزتر بررسی کنیم و ببینیم علتش چیه که خطوط شبکه رو از یک ارتفاعی به بالاتر مثلا 2000 به بالا دیگه نشون داده نمیشه. حالا نگاه کنید بچه‌ها، من کنترل پی رو میزنم، میام داخل قسمت استیل یه دونه پلیت اینجا کمکی ترسیم میکنم. ببینید یه دونه پلیت اینجا ترسیم میکنم که این رو داشته باشیم. حالا دی رو میزنم اینجا، میدم یکم صفحه رو بزرگترش کنم، 20000 اصلا بدیم 30000 خیلی بزرگ بشه. از این ورم مثلا میدم 30000. حالا میام توی سه‌بعدی، ببینید بچه‌ها من یک اسم برای این میذارم. این صفحه رو که حالا انتها نداره، از این ور رفته، از این ورم رفته، از این ور، از این ور، بی انتهاست. خب اینو در نظر داشته باشید. این صفحه‌ای که به این وسعت هستش، این اسمشو که روی خطوط الان روی این 00 مون قرار داره، این صفحه رو من میذارم اسمش میذارم ویو پلین. اسمش میذارم ویو پلین که اگر که شما حالا اینجا بیاید من واسهتون بتونم نشون بدم، خب بتونم اینو نشونتون بدم، خوبه. داخل این اسنپینگ هم هست، نگاه کنید.
اسنپ پلین. نگاه کنید این ورک پلین داریم و ویو پلین داریم. ورک پلین هم حالا موضوعش جداست. خب این ویو پلینه که الان اینجا میبینید این سطحه. خب حالا من اینها رو نیاز ندارم ببرم اینجا شلوغ نشه، این رو هم نیاز ندارم ببرم. خیلی خوب، حالا دقت داشتید. پس اسم این رو من گذاشتم ویو پلین. اگر که بچه ها بیاید این قسمت یک گزینه هست سلکت گرید لاین، این رو شما انتخاب کنید. وقتی که این وقتی که این فعال باشه و خطوط شبکه رو انتخاب کنید، همونجور که میبینید تمام صفحات شبکه به شما نشون داده میشه. ببینید بچه ها، من این رو اسم میذارم واسش. اینها از این به بعد بهشون میگیم صفحات شبکه و به این میگیم چی؟ به این میگیم صفحه نمایش یا ویو پلین. حالا هر کدوم راحت تر بودید. الان نگاه کنید بچه ها، یک موضوعی داخل نرم افزار تکلا هستش که به این اشاره میکنه که اگر صفحه نمایش و صفحات شبکه با هم تداخل داشته باشن، مثل الان دیدی همدیگه رو قطع کردن، الان این صفحه زرده، این صفحه حالا این چه رنگ آبیه، خب این رو صفحات شبکه با همدیگه تداخل دارن، با همدیگه برخورد کردن. میبینید در این صورت خطوط شبکه به شما نمایش داده میشه. پس صفحات شبکه زمانی به شما نشون داده میشه، صفحات شبکه یا خطوط شبکه زمانی به شما نشون داده میشه که با این صفحه زرده تداخل داشته باشه. الان تداخل داره، پس خطوط شبکه رو ما میتونیم ببینیم. حالا ما اگه بیایم این صفحات رو بالا ببریم، الان دیدی اینجا یه مقدار اومده پایین‌تر و با این زرده تداخل داره. اگه اینو ما ببریم بالا جوری که دیگه با این صفحه زرده این صفحات شبکه‌مون تداخلی نداشته باشه، در این صورت بچه دیگه این خطوط شبکه دیده نمیشه. حالا من یک توضیح دیگه بدم خدمتتون. نگاه کنید بچه ها، اگر که من همه این خطوط شبکه رو که انتخاب کردم، حالا میذارمش روی سلکت گرید که کلی انتخاب بشه، این خطوط شبکه یک بیرون زدگی داره. نگاه کنید این بیرون زدگیه، مثلا یه مقدار از این ور، یه مقدار از این ور، از تمام جهت ها نگاه کنید بیرون زدگی داره. نگاه کنید اینجا همین شکل، اینجا هم همین صورت، اینجا هم همینجور، اینجا هم همینجور، حتی از پایین هم داره. اگر دقت کرده بودید صفحات وقتی که فعاله، نگاه کنید وقتی که فعاله اینجا نگاه کنید این صفحه اومده پایین تر یه مقداری و از این جهت هم دوباره اومده بیرون، از این جهت هم از آکس زده بیرون. به این میگیم بیرون زدگی های خطوط محوربندی. حالا بیرون زدگی های خطوط محوربندی رو اگر من اینجا نگاه کنم کجا میتونم پیدا کنم؟ این قسمت لاین اکستنشن ها، این خطوط ها اضافی که زده بیرون. حالا اگه بچه شما اینها رو صفر بدین مودیفای کنید، نگاه کنید به این شکل در میاد. الان بیرون زدگی نداریم، درسته؟ حالا نگاه کنید من خطوط رو به این شکل انتخاب میکنم، میبینید الان تداخلمون خیلی ناچیزه، یعنی اصلا تداخل میشه گفت نداره، درسته؟ الان هیچ بیرون زدگی ها رو من صفر کردم. حالا دوباره بیرون زدگی ها رو برمیگردونم، بیرون زدگی ها رو میذارمش رو همون 2000 یا اصلا کنترل زد میزنم. نگاه کنید اینجوری راحت تر برگشت سر جای اول. پس صفحات شبکه ما یه مقدار بیرون زدگی داره و باعث شده که از ویو پلینمون یه مقداری اندازه 2000 تا بیا پایین تر و با این صفحه نمایشمون تداخل پیدا کنه. خب حالا من میام این رو جابجا میکنم، من میام این شبکه رو وقتی که میام مثلا میذارمش اینجا زد رو میذارم 1000 مودیفای میکنم، ببینم چه اتفاقی میفته. نگاه کنید بچه ها،
این فاصله شد الان و این قبلا اینجا 2000 نبود، الان شده 1000. یعنی 1000 تا دیگه اینقدر بوده، درسته؟ اینجا 1000 تا 2000 تا 1000 تا رفت بالا، درسته؟ حالا دوباره من میام این رو همینجوری که هستش نگاه کنید انتخابش میکنم، باید بذارمش روی حالت گرید، بعد میام اینجا بذارمش، میذارمش روی 2000. وقتی 2000 قرار میدم نگاه کنید، بذارمش روی گیدلاین که صفحات رو به ما نشون بده، نگاه کنید رفت بالاتر. یعنی الان هنوز یه مقداری تداخل دارد، درسته؟ پس ما الان 2000 تا که حرکتش دادیم به سمت بالا، این اومد روی 0 قرار گرفت. حالا حساب کنید من میخوام 4000 تا ببرم بالا دیگه، الان مثلا ببرم بالا، مثلا الان روی این هست، حالا میام یا حالا 4000 تا هم خیلی نه، 2010 تا، یه سانت دیگه به محضی که میره بالاتر صفحات شبکمون دیگه الان روی خطوط زرد قرار نمیگیره، روی صفحه زرد قرار نمیگیره، زرد رنگ رفت بالاتر یه سانت دیگه الان تداخلی بین شبکه و صفحات شبکه و صفحه نمایش وجود نداره، واسه همین دیگه دیده نمیشه، این علتشه. حالا رفعش هم میگم که چیکار کنیم که این مشکل برطرف بشه. حالا من چند تا عکس هست بچه داخل سایتم، اگر که شما برید teklaplus.com، داخل teklaplus.com این قسمت آموزش، نمونه آموزش، حالا آموزش های مختلفی هست، شبکه در نمای سه‌بعدی ناپدید میشن، این علتش رو من توضیح دادم و اینجا میتونید مقالهش رو بخونید. بعد من اینجا تصاویر رو هم نشونتون بدم، یه بار مرور کنیم با هم دیگه. این بیرون زدگی ها که 2000 تا بود، صفحه نمایش رو هم و صفحات شبکه رو هم اینجا میتونید ببینید، درسته؟ حالا من میزنم قسمت بعدی. وقتی اومدیم 2000 تا این رو بردیم به سمت بالا، این اومد روی اینجا، نگاه کنید مگه 2000 تا الان بیرون زدگی نداشت، درسته؟ این 2000 تا اینجا بیرون زدگی مگه نداشت؟ خب ما اگه 2000 تا شبکه رو اینجا زیر 2000 بدیم، این 2000 میره بالاتر و این میاد روی 0 قرار میگیره صفحات شبکه‌مون، چیزی یعنی این شکلی میشه، درسته؟ و حالا اگر که 4000 تا یا 6000 تا یا 2010 تا که بریم بالاتر، این صفحات شبکه هستش که زمانی که زد رو تغییر میدید حرکت میکنه. خب این ویوتون صفحه نمایش سر جاش هست. الان صفحه نمایش و صفحات شبکه دیگه تداخلی با هم دیگه ندارن، خب همدیگه رو قطع نمیکنن. بنابراین دیگه از اینجا به بعد، از این لحظه به بعد دیگه، یعنی 2000 تا یادتونه گفتیم 2000 تا 2000 یعنی یک سانت بالاتر از این شبکه، به محض 1 میل بالاتر از این، 2 میل بالاتر از این شبکه باشه، جوری که اینا دیگه هم دیگه رو قطع نکنن، دیگه این دیده نمیشه، درسته؟ و حالا راهکارش چیه؟ الان تو این وضعیت هستیم، چه 6000 تا چه 1 سانت باشه، چه ما الان اینجا 1 سانت رفتیم بالا، درسته؟ کنترل A رو بزنیم اینجا ببینیم چقدر رفتیم بالا، نگاه کن اندازه 2010 میل رفتیم بالاتر. الان صفحات شبکه ما الان دیده نمیشن، این حدودا قرار دارن، اومده بالاتر. خب حالا من اینو اصلا میدم 6000 تا مودیفای میکنم که بره بالاتر. خب حالا من میخوام زمانی که زدم رو روی 6000 تنظیم کردم، کنترل A انتخاب میکنم، زمانی که زدم رو 6000 تنظیم کردم، میخوام تو این شرایط میخوام خطوط شبکه رو بازم نشون بده. ببین یه راهکار خیلی جالب هستش که شما برای که این کار رو انجام بدید، میتونید این صفحه‌ای رو که الان اینجا میبینید، درسته؟ این صفحه زرده که اسمش رو گذاشتیم صفحه نمایش، این صفحه نمایش و ویو پلینتون میتونید انتقال بدید به سمت بالا. الان مگه نگفتیم این شبکه اینجا این بالا قرار داره، الان این اومده بالا، مگه اینجا قرار نداره، درسته؟ و اینم حالا
شبکه هایی هستش که صفحات هستش، درسته؟ اینجا قرار مگه نداره ما باید این رو انتقال بدیم بالا، این ذره رو، تا بیاد تداخل پیدا کنه بین این دوتا. خب ما این ذره رو باید انتقال بدیم بیا بالا که به این برسه و با اینها همدیگر قطع کنن تا نشون داده بشه. یعنی این شکلی ببینید این ذره رو باید انتقال بدیم بیاد بالا تا توی این موقعیت قرار بگیره، خب تو این ارتفاع قرار بگیره که صفحات همدیگر قطع کنن تا نشون داده بشه. حالا من برمیگردم برای این کار باید چه کار کنیم؟ ببینید خود نما یک آبجکته، وقتی که انتخابش میکنه خود نما یک آبجکته. آبجکت رو میتونیم خود نما رو حرکت بدیم. الان من ویو پلی نما انتخاب کردم، میتونم کلیک راست کنم، یک جای خالی صفحه کلیک راست میکنم، موو لینیر رو انتخاب میکنم و این رو در جهت Z، خب در جهت Z این رو من حرکت میدم. به چقدر میبرم بالا؟ الان اونو 6000 تا بردم بالا، طبیعتا اینو 6000 تا ببرم باید دیده بشه. یس ببینید به محضی که این رو بردم بالا این صفحه شبکه من الان که بالا هستش دیده میشه. میبینید بچه ها؟ درسته؟ نگاه کنید من اگر که یه دونه تیر تو این موقعیت ترسیم کنم ارتفاع این تیر چقدره؟ تاپ لولش مثبت 6000. خب حالا اگر که حواستون باشه که الان نگاه کنید این همون 00 ما اینجا هستش، یعنی این بذارید من اگر فکر کنم این شکل اینجوری بهتر نگاه کنید اینجا 00 ما هستش، الان این 6000 تا رفته بالا. برای که بهتر این موضوع رو متوجه بشید من یه دونه ستون ترسیم میکنم اینجا میذارم، کنترل 4 رو میزنم، ستون رو رنگش رو عوض کنم قرمز بدم. میبینید حالا ارتفاع ستون رو میدم 6000. میبینید صفحه به اندازه 6000 تا رفت بالاتر و الان اینجا دیده میشه. پس الان دیگه باید متوجه شده باشید، خب الان باید متوجه شده باشید که علت این موضوع چی هستش. ما اومدیم ویو پلینمون رو بردیم بالا تا اینها همدیگه رو قطع کنن. و موضوع آخر این که من توضیح بهتون بدم اینی که بچه‌ها به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که شما این زد رو تغییر بدید مگر در مواقع خیلی خیلی خاص که ما 90% پروژه هامون رو 99% این زدش باید صفر باشه، همین ایکس و وای زدش صفر باشه. واسه همین توصیه میکنم تا جای ممکن این رو تغییر ندید. و این از این موضوع. خب این موضوعی بود که دوستان باهاش به مشکل برخورده بودن که حالا من سعی کردم در قالب یک ویدیو این رو توضیح بدم. امیدوارم موفق باشید. خسته نباشید.